یکی از بانوان هنرمند دهه خودی شما هستید. میگفتید این هنر را از کی باز آغاز کردید و طول چند سال است که همچون هنرمند در دهه انجیرکان معروفیت دارید؟ من از صنف دهیم به همین دختر بسیار شغمم بودم خودم، لیکن مادرم از سبب کارهای صحرا را میکردم، لیکن اپای کلانم اپای بیم مرا همی به دختر مشغول کرد، هوسمند کرد. وابسته به مادر اپام همه این دختر من یاد گرفتم. وقتی که من مکتب رو بود کردم به شوهر دادن 2 سال پس، و در خانه خشتمان قاعدیدم. از خشتمان پخت‌پزی یاد گرفتم، از مادرم دوزندگی یاد گرفتم. زنه که هنرمند شدم، صاحب 4 کلین هستم، صاحب دختر هستم، نواسو و واسم شگونه خدا 26 تا نبیره دارم. همه اینها روی خدمت به اینها تربیت داده ایستادم. دستم حول و کریم یک کوچه کلان نون چپاتی، آش بریده، آش توپه، شکر، قروتوب، همه اینها رسم ملی تاجیکی ما هستن. همه این کلین ها را من یاد داده ایستادم. زنان و جوان دختران دهه غیر از کرته ملی باز از شما چگونه متاعهای دوخته شده را فرمایش میکنند؟ ما برای دختران یاش در قشلاق همین جماعت پنجول ما 12 زنک هستیم، 12 زنک فعال هستیم. البته ما را چی میکنن؟ میگن که با دخترای ما را به شوهر برآمدشون باید به کرته چکن، به کرته قراقی و به کرته اطلس رفتن میتوانند. وازی رامنی چودر میدوزیم، کرته چکن میدوزیم، رفیده قراقی میکنیم به روی فرزندو به شوهر برآمدن دخترها. البته همه این رو برای زیب و زینت دختران کوکل ساز میکنیم، واسینچه میدوزیم. همه ایمیو هنرهای دست خودمان. رومول توپکی میکنیم، هر صورت می اندازن در روشون. همه ایمیو شوق رغبت خودم. میانی بانوان هنرمند دهه انجیرکان ناحیه میرسید علی حمدانی شما همچون بانوی چکندوز معروفیت پیدا کرده اید. میگفتید برای پوره آماده شدن یک کرته چکن چقدر وقت صرف میکنید؟ خیلی ما در قشلاق که میشینیم کار سرایمون بسیارتر، گو مول داریم، خانه و در داریم. مدت یک مدت یا 20 روز اگر سبکتر بغلطه کرته دختر میتیم. قراق دوزی هم یک نوع هنر ملی است. البته شاید بعضی ها سر و فهم نروند، درک نکنند که همین ها از چی آماده میشوند و چگونه دوخته میشوند. آید این هنر کمی معلومات میدید؟ ما از متوهایی که کرته میکنیم به نواسا با کلینات میکنیم، اما متوهایی که میبونن همون زیادی همون را گرفته صرفکارانه استفاده میبریم که همیو بی‌صرف نشوند. مقصد همه همیو برای زیب زینت خودمونه. ای بود برای که مغازه میخری این بهتر است که یک هایو در دست شمال داده میستی. غیر از بادبرک باز چی دارید؟ رفیده قراقی دارم، رفیده نقشین چکن دارم، این همی نروای توقیدوزی دارم، نمول توپاکی دارم، نمول میان دارم. همه اینم چادرای قراقی، اینم چادرها همش با دستان خودم کرته خدمه دختم با دستان خودم دخته شده است. این در تنه نواسم همش همین نروای دست خدمه. بهترین چادر هم محصول دست. البته از برای اینشه اخیرون بار کردم برای نواسه کلان باید که با شوهر تیم وقتی با شوهر برآمدن شه برای امور کردم. دختن این تقریبا چقدر وقت رو در بر گرفت؟ میشه خیلی 25 روز، یک ماه، وابسته به قوا و همین وقتی رسیده خودمان. از روی شکل این تاقی مردانه است. نقش و نگاری که روی این تاقی دوخته شدن چی رو انعکاس میکند؟ اینها رنگ سبزش از برکت بهار است، رنگ سرخش تابستان است. برای که آفتاب گرمه اینجاهای همون سرخ می شود، از گرمی آفتاب روشنی استفاده میبریم. رنگ زردش تیرمو است. شکرانه خدا خیلی همه اینو محصولات دست خودمون، همه اینا رو ما به سودا برده روزمون پیش میبریم. روزگارمون همی مینت اولای کف دست خودمون. از روزی همچون تعلیم دهنده جوان دختران، همچون معلمه‌ای که آنها را به دوختن و بافتن راهنمایی می‌نماید، تا کنون چقدر شاگرد رو در همین راه تربیت نموده اید؟ دختران کسب خود میگفتن، کلینان کسب دوزندگی، کسب میگون کو
پختپز رو همه شای خودم یاد گرفتم. من کلینی کلون در برم، کلینی میدم در برم. از اور با شکر پروردگار همه که همی پختپزی من خودم میکنم همی یاد گرفتم. و اینه به همسایه میوموزیم هم کسب در همسایه پیرون میکنم مرکه میگم بیا همسایه قلمه کنیم، بیا حوله کنیم، بیا کلچه کنیم. البته ما هم این گپای اون رو در زمین نبوندن میریم. بهترین. این هم یک نوعی قراقی دوزی است. البته. بینندگان عزیز نظر کنید، عجب زیبا و نظرربا است. البته که با یک دیدن دقت را جلب میکند. زیبایی هم وابسته به دست زن است. بله، زن خود زیبایی آفرید است. البته. هنر والای شما غیر از دهه، ناحیه، ولایت باز جای دیگری معرفی شده است؟ ما امی ای طرف حکومت ای طرف جماعت البته که ما را زنک هنرمند گفته، زنک فعال گفته، ما را به تمام ولایت ها میبرند، پیشنهاد میکنند. ما رو بلندیم، خرسندیم، ما را گرند میتین. از همین سبب ما هم تو چندی دخترمان زیاد میشود. اینجا میبینم که سپاسنامه از کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارید. چه تلاش ها شما را با این سپاسنامه سزاوار کردند؟ برای رفیده هم، برای نمو کوزچهای دختگی تا قیدوزی همین سبب هنرها را به نظر گرفته ما را سپاسنامه دادن. غیر از این باز دیپلم از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میرسید علی حمدانی و سپاسنامه هم از خود همین ناحیه. مرا در بابت پختپزم، در بابت بانک محکم کنی کرامات میتن سپاسنامه میتن. این هم افتخار است برای ما. همچون زنی هنرمند. البته. خواهر عزیز میتوانید همان سبد را به ما بدهید؟ بله. تیار کردن این سبد از دختان کلان فرق میکند، یعنی پره بافته شده است. عجب زیباست و نظرربا. برای پره آماده گردیدن این سبد چقدر وقت شما صرف می شود؟ برستگی منم قدر قینم نیست. اگر که بوی بشینم کار نباشد، البته در بیکار باشی ممکن 10-15 روز کشه. برای یک چکدن تو بکلش کشه چی میگی تیار میکنی. من جامعه میدوزم، کلتچه میدوزم، فقط در سری ماشینم در دخت دوزی سری زونم. اما نوارسکانی که نو به خونه بخت قدم می‌نهند بیشتر از شما چی درخواست میکنند؟ در می قشلاق که باشی اول میگه با مورا کلتچه بدود، بعد رفیده واسه اینجا. برای اینکه در قشلاق میره در حوالی میبروی خنگ میخری، مجبوره که کلتچه بشه روز. در میان دستاوردهایی که اینجا آراسته به چشمم کوکل رسید. میتوانید کوکل را به ما بدهید؟ این کوکل از کوکلانی که در بازار و مرکزهای سودا فروخته میشوند کلاً فرق میکند. البته جهت وزن و هم از جهت آرایش. این کوکلای اونو نوش ای خدمون کدگی یوش ای مومگی مونبوندگین ای دستوی مومان مادر مونبوندگی. برای که میفهمیخش که کوکلا کنه شدگین. موروهای او دور دیگه بدن از این موروها با دیگن. فکر میکنم که این کوکلان زیب دهنده گیسوان دختران میشوند که پگاه در بزم نوروزی با آنها با میخوریم. اولی کوکلا را ما عروس میشیدیم، سرمونه میبافتن بعد روان میکردن. سر اوچه میرفت سر قطید سر دخترش میبافت بعد میومد خونه. وازی رو خیلی نیست. وازی عروسا برای هم کوکل میبرن، برای هم عیدستی مادرشون گفته کوکل نمیبافن تو قدر نوروزی ها میبافن. اول رشته او را میگیریم در پومون تو میتیم، بعد بود تو میتیم پیلاوری، انا بعد موروی را کشیده تو آخر یک لطگه درگردی رشته میپیچونیم و بعد ایرو پیچونده اومدن میگیریم رو برو که همون نشوه. بعد اولای دوختیم بود که همشه بعد این کنوی کوکلا نگاه کرد چخیل سوزانی کدگیم. نه برای ایله نشدن شو. البته این نبیرگانتون هم هنر شما رو ادامه داده ایستادند؟ البته. نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده بلبل چه بیقرار است. نوروز نوبهاران بر کودکان مبارک، این روز شاد و خندان بر مردمان مبارک. آفرین، احسن به شما.
این رویمال زیبا هم دسترنج شما است. البته من میخوام کمی رومال رو از دستان خودم به شما یادگاری مونم. من میخوام که شما رو به روز نوروزی تبریک گفته شما دویم به مانند گل‌های بهاری شکوفان باشید، عمری دراز ببینید. تشکر، می‌دارم. نگاه که چه خیلی زیبا شد دختری من. فکر میکنم که رنگی روزهای بهار نوروزی گل‌های شکفته صدبرگ برین شدی. تشکر.